عشق ابدی و اتفاقاتش. سلام به شما و همراهیتون در این برنامه. امروز میخوایم خیلی عمیق بریم سراغ یکی از جنجالی ترین قسمت‌های عشق ابدی تا حالا، یعنی قسمت 70. سلام. آره واقعا قسمت 70 مثل یه زمین لرزه بود. دقیقاً با ورود طوفانی محدثه انگار یه بمب افتاد وسط ویلا و اون آرامش ظاهری کاملا پوچ شد. درسته. این قسمت خیلی پرحاشیه شد. ما هم کلی گشتیم، یعنی هم تحلیل‌های مختلف رو دیدیم، هم ویدیوهای یوتیوب و تیک تاک، هم بحث‌های خود بیننده ها مثلا تو نینی سایت. هدفمون اینه که بفهمیم واقعاً پشت این درگیری‌ها و افشاگری‌ها چی بود؟ چرا اینقدر این قسمت برای همه مهم شد؟ خب بزنیم به دل ماجرا. ورود محدثه مثل یک کاتالیزور عمل کرد و اولین کسی که قشنگ فرو ریخت تناز بود. دیدی قیافش رو؟ آره کاملا باخته بود. اون همه اعتماد به نفسش یهو پرید. عصبانی بود، کنترلش رو از دست داده بود. و مهمتر این که اون حلقه حمایتی که همیشه دورش بود، یعنی ماهرخ، سودا، حتی امیر حسین، دیگه نبودن که تمام قد ازش دفاع کنن. انگار اونا هم یه چیزایی فهمیده بودن. خیلی آروم و مستقیم گفت شاهین خودش بهش گفته بوده که آقا من اومدم اینجا واسه جایزه و پول. خلاص. این حرف خیلی از گمانه‌زنی‌ها رو تایید کرد دیگه. نکته‌ای که خیلی تکان دهنده بود این بود که ظاهراً شاهین دقیقاً تو سالگرد آشناییشون با محدثه کات کرده بوده. عجب. یعنی درست روز سالگرد و بلافاصله با تناز وارد ویلا شده؟ آره این جزئیات به خصوص این زمانمندی برای خیلیا دیگه تیر خلاص بود به این فرضیه که رابطش با تناز بیشتر نمایشیه برای بردن بازی. واکنش تناز چی؟ اونم جالب بود. اول که انکار میکرد، بعد سعی میکرد اون ظاهر کاپل موفق رو حفظ کنه، ولی وقتی منطق کم می آورد شروع میکرد به متلک انداختن به محدثه. مشخص بود که پذیرش حقیقت براش خیلی سخته. خب با این اوصاف چقدر این ایده‌ای که رابطه شاهین و تناز نمایشی قوت میگیره؟ راستش شواهد کم نیست. تناقضای خود شاهین رو ببین. اول گفت 6 ماه پیش کات کرده، بعد گفت نه 10 روز پیش، آخرش هم شد 6 روز قبل ورود به ویلا. دلیلش چی بود؟ یه چیزی میگفت راجع به دویدن و اینا. آره میگفت محدثه نمیدوید. ببین بهونش خیلی ضعیف بود به نظر من. و نکته عجیبتر این که انگار به هر دو نفر هم محدثه هم تناز میگفته بابایی. جدن؟ این دیگه خیلی عجیبه. این وسط علی خانم یه چیزی تو لایوش گفته بود در مورد خسیس بودن شاهین، نودلاش رو. آره میگفت نودل هایی که از اول برنامه داشته رو تا قسمت 70 نگه داشته بوده چون خسیسه. اینم یه جورایی اون شائبا رو که پول براش خیلی مهمه تقویت میکرد. فقط ماجرای اینا نبود، البته حواشی دیگه‌ای هم داشتیم. دقیقاً دوباره پای نگار اومد وسط. این بار اتهام این بود که سعی کرده رابطه سودا و امیر حسین رو به هم بزنه. بعضیا میگفتن مهراد تحریکش کرده. آره یه تحلیل روانشناسی هم بود تو تیک تاک فکر کنم که میگفت شخصیت نگار نمایشی یا هیستریونیکه. و اون لبخندش موقع ورود محدثه. دیدی؟ زیر لب گفت کارما. خیلی معنی دار بود. مهراد هم که انگار هر کاری میکنه که تو بازی بمونه. حتی اگه لازم باشه رابطه بقیه رو خراب کنه تا راه خودش به فینال باز شه. درسته. انتقادها از پرستو صالحی مجری برنامه هم خیلی زیاد بود. آها. خیلی ها میگفتن طرف شاهین و تناز رو گرفته. انگار خیانت شاهین رو خیلی عادی جلوه داد و با محدثه هم خوب برخورد نکرد. آره دیدیم که امیر حسین تو لایو سعی کرد ازش دفاع کنه ولی علی خان خیلی تند بهش حمله کرد. تحلیل فرانک فردوسی هم جالب بود تو لایوش. میگفت واکنش تناز و حتی دکتر پژمان یه رگایی از نگاه زنسیتیزانه توش هست. ماهراه با سعی داشت منطقی تر باشه ولی اونم انگار کامل قبول نکرده بود قضیه خیانت رو. اینا حرف دانیال رو یاد آدم میندازه. موقع رفتنش گفت دوست دختراتون سلام رسوندن. انگار اون موقع یه چیزایی رو میدونست. و میرسیم به بحث داغ درگیری فیزیکی. تناز تو لایوش یه جورای هشدار داده بود که منتظر باشید. آره حالا همه دارن حدس میزنن این درگیری بین کیا ممکنه باشه. تناز و محدثه، شاهین و محدثه، یا شاید علی و شاهین، یا حتی مهراد و شاهین. چون اگه درگیری فیزیکی بشه حذف میشن دیگه طبق قوانین. دقیقاً. ولی نکته عجیب قسمت 70 این بود که با این که گفتن نیمه نهاییه و این همه آتیش به پا شد آخرش هیچ کس حذف نشد. آره خیلی غافلگیر کننده بود. گفتن حذف میره برای قسمت 71. همین هیجان رو بیشتر کرد. تو نینی سایت هم که بحث داغ بود کی حذف میشه، خیلی‌ها رو نگار یک، سیاوش یا مهراد شرط بسته بودن. خلاصه که قسمت 70 واقعا نقطه اوج بود. همه چی رو شد، انگیزه های پنهان، تقابل نمایش و واقعیت خیلی شدید بود. همینطوره.
خب حالا که تا اینجا اومدیم، اگه از این سبک تحلیل و خوشتون میاد، حمایت شما با سابسکرایب کردن کانال سانراش مدیا و لایک کردن ویدیو واقعا به ما کمک میکنه و انرژی میده. و حالا میرسیم به سوال آخر برای شما که این ماجرا رو دنبال کردید. تو برنامه که مرز واقعیت و نمایش اندت باریکه، تماشای این درگیری‌های واقعی و این افشاگری‌ها چه تأثیری روی نگاه شما به روابطی داره که زیر فشار دوربین و رقابت و جایزه شکل میگیره؟ اصلا به نظرتون میشه تو این شرایط حقیقت رو از بازیگری تشخیص داد؟ خیلی دوست داریم نظرتون رو بدونیم. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید و سابسکرایب کنید. کامنت هم فراموش نشه.